سلام بچه ها، من ماهی میذارم که حتما پایان این ویدیو قرمز رو برام سفیدش کنید. در مورد یکی از مهمترین رازهای نتیجه تمیز و حرفه‌ای کار با دستگاه آرایش دائم صحبت کنیم. 3 تا عاملی که خیلی مهمه. سلام بچه ها، من مهندس خلعی زاده، متخصص و مدرس لاین آرایش دائم صورت و تکنسین ریموو تتوهای قدیمی ام. توی این کانال قرار همه چیز رو درباره تکنیک‌های تخصصی، اشتباهات رایج و ریزترین نکته‌ها در کنار هم یاد بگیری تا یک کار ماندگار، طبیعی و از همه مهمتر حرفه‌ای‌تر رو به زیباجویانت ارائه بدی. اگه تازه با من آشنا شدی، حتما ویدیوهای قبلی رو ببین، چون قدم به قدم توی این کانال از پایه بهت آموزش دادم تا حرفه‌ای‌تر بشی. نکته‌های تکمیلی رو توی کانال تلگرام برات میذارم که حتما پایان این ویدیو عضو اون کانال شو، چون تمام نکته‌های تکمیلی آموزش‌ها توی کانال تلگرام هستش. یادت نره که سابسکرایب کنی و دکمه قرمز رو برام سفیدش کنی و قلب پایین رو قرمزش کنی. توی این آموزش قراره در مورد یکی از مهمترین رازهای نتیجه تمیز و حرفه‌ای کار با دستگاه توی آرایش دائم صحبت کنیم. در ادامه حتما همراه من باش. اول از همه حتما دستگاه و لاتکست رو آماده کن، چون قراره یاد بگیریم چطور بتونیم تعادل بین سرعت دست و دستگاه و فشار رو برقرار کنیم. 3 تا عاملی که خیلی مهمه و باید حتما برقرار بشه و رعایتشون کنی و اگر برقرار نشه و رعایتشون نکنی، مطمئن باش که اون نتیجه کاری که میخوای برقرار نشه. میتونن کیفیت کارت رو چندین برابر کنن، ولی اگر یکی از اینا رو رعایت نکنی، کارت اون نتیجه‌ای که باید بگیره رو نمیگیره و اون حرفه‌ای بودنت رو نشون نمیده. از نظر ماندگاری و طبیعی بودن نتیجه خوبی نمیگیری. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش و حتما چندین بار نگاه کن و تمرینش کن. همه اینا یعنی چی؟ یعنی کیفیت کارتو فقط به کیفیت رنگت بستگی نداره، بلکه خیلی مهمه که تو چجوری دستگاهت رو میگیری و سرعت دست و دستگاه تعادل داره یا نداره و فشار دستت چقدره. این نکته ها رو باید رعایت کنی تا بتونی یک نتیجه حرفه‌ای تری بگیری و به یک پیگمنتر حرفه‌ای تبدیل بشی. این تعادل همون تکنیکه و امضای شخصی پیگمنتره که به یک آرتیست حرفه‌ای تبدیلش میکنه. پس به جای اینکه کپی کنی از روی دیگران، هر روز تمرین کن تا تجربت بیشتر و بیشتر بشه تا بتونی اون دستخط خودت رو و اون تکنیک خودت رو به نتیجه برسونی و ابداعش کنی و اینجوری تو میشه یک آرتیست و یک هنرمند حرفه‌ای و امضای شخصی خودت رو به راحتی پیدا میکنی. اینجاست که تفاوت هنر تو بین هنرمندای دیگه مشخص میشه و درخشانتر میشه که تو اینجا تلاشت رو بیشتر کنی. یادت نره که اینجا من مسیر و راه موفقیت رو بهت نشون میدم تا خودت رو پیدا کنی و استعدادهات رو شکوفا کنی. ما اینجا فقط یک نکته معمولی رو بهت نمیگیم. اینجا بهت واقعا اون مسیری که رشد میکنی و قرار رشد کنی رو بهت نشون میدم. پس حتما این کانال رو جدی بگیر، تمریناتش رو انجام بده. اول از همه بریم سراغ ماشین یا همون دستگاه. سرعت دستگاه رو ما با واحد اندازه‌گیری هرتز اندازه میگیریم، یعنی اینکه چند بار در ثانیه سوزن ما بر پوست برخورد میکنه. خب سوزنی که یعنی این سوزن از زوم نزدیکترم براتون الان میگیرم. این سوزن هر چند بار بالا و پایین میره و نقطه‌هایی رو روی پوست با فاصله بیشتری بر ما میزنه. اندازش یعنی سرعتش بیشتر، هرچی بیشتر باشه تعداد ضرباتش هم بیشتر میشه. اجازه بدین. خب بریم که روی لاتکس بهتون بگم. یکی از مهمترین عاملایی که توی دستگاه باید رعایت کنید رول گریپه، که حالا من توی آموزش‌های بعدی مفصل تمام نکته‌هایی که باید کار با دستگاه رو انجام بدین همه رو بهتون میگم. همه چی رو میگم، از خوندن سوزن‌ها، اطلاعات سوزن. الان من از این کارتریجی که دارم استفاده میکنم مست اوشن هستش
گرید 10 و تک‌سره. خب از رنگ تمرینی استفاده می‌کنیم. خب اول از همه ما با سرعت پایین شروع می‌کنیم. دستگاه من دستگاه پیتن هستش و ترانس هم یه ترانس معمولیه. از این ترانس‌های حالا مست ارورا هم نیستش، یه ترانس معمولیه. بریم که با هم الان سرعت دستگاه من روی 4 و 4. یه مقدار رنگ رو من برمیدارم. نحوه رنگ برداشتن تمام نکته ها هم خیلی مهمه. یک ویدیو جداگانه براتون درست میکنم. خب زاویه دوربین درستش کنم براتون. توی این قسمت ما سرعت دستگاه و دستمون بسیار کمه و ببینید پیکسل ها به چه صورتی میفته. حالا اگر ما سرعت دستگاه رو ببریم بالا، من سرعت دستگاه توی این قسمت 4 و 4 بود و سرعت دستم هم آروم بود. حالا ما سرعت دستگاه رو میبریم بالا. من الان مثلا میزنم روی 5.5. اگر دقت کنین تعداد ضربات سوزنم هم چقدر تعداد ضربات سوزن هم میبینیم چقدر بیشتر شد. حالا ما روی سرعت بیشتر سرعت دستمونم به همون آرومیه، یعنی همون مقدار سرعتی که توی قبلی داشتیم. یعنی من سرعت دستم رو بیشتر نمی کنم. میبینی اگر سرعت دستتم آروم باشه توی سرعت بالای دستگاه، میبینید تمام اون پیکسل هایی که باید در بیاد در نمیاد. پیکسلامون خیلی نامرتب میشه. ولی توی این قسمت بالا، توی این قسمت هماهنگی بین سرعت دست و دستگاهمون متعادل بودش، برقرار بود. حالا دومین عامل سرعت دستمونه. یعنی الان نگاه کنیم توی سرعت بالای دستگاه یعنی سرعت پایین دستگاه 4 و 4 من سرعت دستم رو بیشتر میکنم. ببینید پیکسل ها نزدیک به همتر میشن نسبت به اینی که ما سرعت دستمون کمتر بود. یعنی سرعت دست و دستگاه توی این قسمت ما هماهنگ بود، ولی توی این یکی سرعت دستگاه پایین و سرعت دستمون بالا بود. فاصله بین نقطه ها کمتر شد و رنگمون پررنگتر در نظر گرفت، تیره تر دیده میشه. حالا سرعت دستگاه رو اگر ببریم بالا و سرعت دستگاهمونم سرعت دستگاه بالا و سرعت دستمونم کم باشه، توی اینجا سرعت دستگاه بالاه روی 5.8 و سرعت دستم هم آرومه. ببین تعداد ضربات سوزن رو
خیلی تند میره. حالا من صحنه آهسته ترش هم براتون میذارم. اینجا مهمترین نکته اینه که ریتم دستت با سرعت ماشین هماهنگ باشه، یعنی نه سرعتش رو ببری بالا نه کنترش کنی، که باید این رو فقط و فقط تمرینش کنی. فقط با تمرین انجام میشه. بریم بعدی. سومین عامل مهم توی کار ما همون فشار دستمونه. حالا اگر ما فشار دستمون رو زیاد کنیم چه اتفاقی میفته؟ دست یا همون میزان نیرویی که هنگام برخورد سوزن با پوست وارد میکنی. اگر فشارت کم باشه، یعنی فشار سوزن در حدی باشه که فقط یه تیکه به پوست بخوره، رنگ به صورت خیلی نازک و سطحی میشینه و اگر هم بخوایم روی پوست انجام بدیم ممکنه اصلا کاشت رنگی نداشته باشیم و خب کاشت رنگ هم که نداشته باشیم هیچ رنگی کاش نشده دیگه. حالا اگر ما فشار دستمون رو زیاد کنیم، ببین اصلا موقعی که فشار دستمون هم زیاد میکنیم شما دقت کنید خود دستگاه مثلا زوزه میکشه. شما فکر کن مثلا ریتم دستت اوکیه، همه چیز اوکیه، ولی فشار دست داره. قشنگ پوست رو سوراخ کرد. مثلا متوجه میشین مثلا پوست نسبت به اون یکی‌ها. من لنز رو براشون بذارم که بهتر ببینید. ببین کامل این نقطه ها لاتکس چقدر نرمه وقتی فشار دستت مناسب باشه، ولی وقتی اینجا شما فشار دستت رو میبری بالا تمام نقطه هات به صورت هم خط میشه و خیلی پررنگ و تیره تر میشه. هیچ وقت فشار زیاد رو طولانی نگه ندار و اگر فکر کن مثلا فشار دستت انقدر طولانی باشه قشنگ شما اصلا هم سرعت دستت بالا، هم سرعت دستگاه بالا، هم فشار دستت زیاده، قشنگ اون نقطه رو خط میکنی شما و اون پیکسلایی که باید بیفته نمیفته. خب وقتی فشار زیاد باشه رنگ عمیق‌تری توی پوست میره، پررنگ‌تر دیده میشه و تیره‌تر و کدرتر میشه. خیلیاتون که کار میکنید توی ترمیماتون که مشتری میاد مراجعه کننده میاد میبینید که میبینید که ابروهاشو وقتی میکرو کردین، حالا چه بلید باشه چه با دستگاه باشه، رنگی که براش کار کردین خیلی روشن بوده، ولی بعد 1 ماه که اومده ترمیم میبینید که کاملا تیره و مشکی شده. خب هیچ موقع نباید پس اون فشار دسته رو داشته باشید. شما این فشار دسته رو باید خیلی راحت کنترل کنید. من لاتکس هم بهتون نشون بدم. ببین اگر مشخص باشه لاتکسه چقدر نقطه هاش و پیکسل هایی که زده شده درشتره، خیلی درشتره نسبت به اینی که شما نرم کار کردید. اگر از این آموزش خوشت اومد حتما لایکش کن و یادت نره توی کامنت ها برای من بنویسی که چالشت توی کار با دستگاه بیشتر توی چه نقطه ایه، کدوم یکی از عوامله، سرعت دستته، فشار دستته یا مشکلت چیز دیگه ایه. توی کامنت ها منتظر نظرت هستم. توی آموزش بعدی حتما میپردازیم به جزئیات بیشتر، یعنی نشون میدیم که چجوری برای ابرو یا لب کار کنیم و دقیق تر برات جا بیفته. قبل از دیدن آموزش‌های بعدی حتما توی این 1 هفته 2 هفته این تمرینات رو انجام بده. خیلی از شماها وقتی اشتباهاتتون و چالشاتون رو از من میپرسین و بهتون میگم که تمریناتتون رو بر من ارسال کنین، میگین ویدیو رو چندین بار دیدم ولی هنوز تمرین نکردم، هنوز فرصت نکردم تمرین کنم و این بزرگترین اشتباه و خیانت در حق خودتونه. شما که وقت میذارید این ویدیو رو و این کانال رو تماشا میکنید، حتما روزی شده نیم ساعت برای تمرین کردنتون وقت بذارید و حتما چقدر تاکید میکنم حتما تمرین کنید، چون نتیجهش رو بعد از چندین ماه میبینید.
خیلیاتون دارین چندین ماه کار میکنین ولی ایرادات و چالش‌های جزئی دارین که خودتون متوجه نمیشین از کجاست. تمام این تمرینات رو با جزئیات کامل براتون ضبط کردم. حتما جدیش بگیرید و تمرین کنید، برام بفرستید. با عشق براتون رفع اشکال میکنم تا به اون موفقیتتون برسید. اینجا همه چیز با عشق هستش. ما باید پشت هم باشیم. و اگر هنوز سابسکرایب نکردی، سابسکرایب کن، چون توی آموزش‌های بعدی قراره در مورد طراحی لب و درمان دارک لیپس ها صحبت کنیم. نکته‌های تکمیلی هم که توی کانال تلگرامم هستش. فعلا